الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اول یکی همه شما مردم شریف به این ماه مبارک تبریک میکنم. بعدا برادران عزیز و گرامی، یعنی انشاءالله مقصدم این بود که در حقتون و در حق ملتون، در حق وطنم دعاگو باشم و همیشه دعا میکنم. ولی حاضر من میخوام در یک دقیقه های اندک که برای شما گوییم که آن چیزی که در ذهن من هست، در فکر من هست، من به گوش شما رسانم. وقتی که شب برادران عزیز، دیروز ما از تراویح برگشتیم و وقتی تلفن که شدیم و وضعیت ها را مقصد هر روز که پیگیری میکنیم، امروز برای همگان معلوم است. وقتی حالت ما در مرز دیدیم، حالت در بین مردم واروخ و هم سرحد اونها وقتی دیدیم، راستی بسیار یک بگیم لحظه های برای آدم ناراحت کننده، بسیار بگیم گفتی همی توجیکوی ما زیق هم شیدیم. ولی انشاءالله برادران عزیز و گرامی، در هر یک لحظه هایی که به سر ما می آید، انسان باید روح افتاده نشود. هیچ وقت روح افتادگی در کار نیست. فقط ما اولا به تمام مردم واروخ گفتنیم، شخصا من خودم، من دعا میکنم که الله مهربان اولا شما را حفظ کند و ما در پهلوی شماییم. امروز همه ما واروخی، گپ در سر دیگر اینجا سر منطقه ها دیگر نمی رود. یعنی همه ملت با شما است، همه وطن با شما است، زیرا شما هم یک پارچه از زمین تاجیکستان مایی. به همین خاطر برادران عزیز و گرامی، اولا دعا میکنم که اونهایی که گذشتن، در همین حالت گذشتن، خدای مهربان اینها را رحمت و مغفرت کنه که بسیار درجه بلندی بردن. این طرف ماه رمضان که درهای همه عذاب الله بسته. دویم حمایه مرز بوم که پیامبر گرامی گفته است 3 نفر گفته است به حساب جنت می رود. یک نفر شما کسی هست که مرز بومی دیار خود جا حفظ میکند. این برادرای گذشته را الله رحمت و مغفرت کند و زخمی های ما را الله مهربان شفای کامل تید. و برادران عزیز و خیلی گرامی، من امروز قدرت و قوت من این است که همیشه در حق شما در هر یک نشستم، در هر یک عبادتم دعاگو هستم که همه مشکلات را با فضل کرمش دور گردونم. فقط باز گفتنیم که امروز الحمدلله رب العالمین ما در یک زمان زندگی داریم، ما در یک دولت زندگی داریم که انشاءالله رسیدگی در همه مشکلات شما را میکنن. به این خاطر ما باید که هیچ وقت ایتری روح افتاده نشیم، شکست دیلم نشیم و هیچ وقت خودمون ایتا آدم تنها و بی‌صاحب هم برادرای عزیز هیچ وقت احساس نکنیم. برای این من از برای خدا با شما گفتنیم برادرای عزیز که خطیتونیم، همراهتون هستیم و دعاگو هم هستیم. و امروز برادرایی که از ما هستند در کدام منطقه زندگی داریم، امروز برادرای عزیز و گرامی ساعتی آمده است که همون مرز و بوم حفظش که این بگیم یک چی گوییم یک زمین های تاریخی که برای ما و شما باقی ماندگی هست، انشاءالله هر وجب او را ما حمایه میکنیم. و اگر الله مهربان که ما مردم جنگ خان نیستیم، ما مردم مثال بگیم که جنگ کن نیستیم، لیکن هم گفتید تاجیکای ما جای جنگ جای ننگ، امروز جای ننگ که آمده است، الله مهربان او ساعتش هم نیارد. اگر آورد هر یک نفر ما باید که برای حفظ حمایه امین وطن و ملک خودمان برادر عزیز 3 جانه، اگر 1000 جان که در کار شید برادر عزیز، ما باید که دادنمون در کاره. برای همین من انشاءالله بازم میگم خداوند روزهای سخت نیارد، روزهای وزنی را نیارد. خداوند دنبال این کار کشی با تنجی و خوبی را بیارد و الله مهربان همتون را حفظ کند. آمین یا رب العالمین. بندگان بعد ادای فریضه خفتن، بعد انجام نماز تراویح در آن ختم قرآن، دست امید به سوی درگاه
بی‌نیازت داشتند و هزاران امید آرزو، زیرا رسول دیگر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و ما امتان بشارت داد این ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یرده وصیفا. ای بندگان الله، بیشک پروردگار بزرگ شما بسیار بخشنده و مهربان است و این خدای بزرگ وقتی که بنده با امید دستی امید به سوی او دراز میکند خجالت میکشد که دستی پدرش خالی و صفر برگرداند. پروردگار امید داریم، امید به رحمتی تو داریم در این ساعت که انشاءالله ساعت اجابت دعاهاست، در این ماهی بزرگ، در این روزی بزرگ، در این موضعی بزرگ پروردگار عاجزانه دعا میکنیم. اولا ارواح گذشته های ما را، اونایی را که از ما بازمانده ها امید دعا دارند رحمت مغفرت کن و در بحبوحه جنت مستقر گردان. پدر و مادران را، بابا و بیبی ها را، اونایی که ما را به دنیا آوردند، تعلیم دادند، مسلمان تربیت کرده و ماندند رفتند، خدایا از دیدار به مثالت، از شفاعت حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و بایستی بشید. پروردگار به بیماران شفای کامل عاجل عنایت فرمای. خداوند با عاجزانه دعا میکنیم رزق روزی بنده ها فراخ و وسیع بگردان. بیمارانی را که مدت‌هاست دهقانان منتظرش هستند پروردگار را در این مملکت سرزمین بریزان. پروردگار عاجزانه دعا میکنیم جوانای ما را از تمام فتنه ها و شر و شیاطین در پناه امن عصمت محفوظ دار. خداوند کاری بچه‌های ما را این بلبلک‌های باغ قرآن از جمیع بلا و گزندها حفظ کن. همیشه همین بلبلی گویا در فضای اسلام نگهبان شد که خدمت مسلمانان را کنند، زینت مسجدها باشند. پروردگار مردها را غیرت بدهی در هر خاندان یک کاری بچه را آماده کنند که هم سبب آبرو و عزت دنیا و هم سبب نجات آخرت شد بگردند. خدایا در این ساعت که انشاءالله خلقها امید دارند که این ساعت اجابت دعاهاست، دعا میکنیم پروردگار برادرای ما را، مسلمانایی را که در منطقه اسفر در باروخ میزیند و چند روز از این غلامی ندارند، تیجی ندارند، در تعجب میشم که چگونه نون از حق ما فرو میرود در صورتی که او بنده‌های روزه‌دار ما در ماه شریف رمضان همین قدر بی‌ضابطه هستند. خداوند غیرت همتشون از زیادتر بگردان. پروردگار بین مسلمانای دیگر اتفاق و محبت برقرار بسازی. درد علم و مصیبت برادر خود مثل درد علم و مصیبت خود حساب کنند. خداوند تیجی و آرامی و امانی را هر چیز زودتر و اون ملک و دیار بیار. پروردگار عاجزانه دعا میکنیم شخصایی را که در ساختمان این مسجد زیبا سرمایه‌گذاری کردند خواستندشان خود مقصد را دارند. پروردگار از جمیع بلا و گزندها حفظ کن. خداوند جمیع مراد مقصوداش حاصل بگردان. انشاءالله از اعمال اینه که فرزند والدینش در عالم برزخ شاد و مسرور هستند. پروردگار رحمت مغفرت شد کن. همه مسلمانایی را که بعد صدیقه در گل فرزندهای خادم و فرزندهای محیط باقی می‌گذارند. پروردگار این مسجد زیبا را با نور ایمان نمازگزاران همیشه مزین و منور بگردان. خداوند و برادرایی را که امروز در این ختم قرآن و در این شب در این مسجد شرکت دارند پروردگار جمیع مراد مقصوداش را حاصل بگردان و این روزه ماه شریف رمضان و ختم قرآن از این شب که بر شب می‌گذرانیم شفیع و شفاع ما در روز قیامت قرار بده. زیرا ما از زبان مبارک پیامبر صادق و مصدوق شنیده‌ایم که حضرت تاکید کرد الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روزه ماه شریف رمضان و ختم قرآن از این شب قبل روز قیامت در درگاه پروردگار رب العزت طلب شفاعت صاحباش را می‌کند. یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعني فیه. اولا روزه ماه شریف رمضان ادعا می‌کرد از پروردگار من همین بنده‌های تو را از خوردن از آشامیدن و روزها باز داشتم، از تمام شهوات رو درماندم. خدایا شفاعت مرا در حشر بپذیر. بعدا قرآن از این بشر که کلام پروردگار صفت الله است دعا می‌کرد است ای ربی انی منعته النوم باللیال فشفعني فیه. پروردگار ما به شب‌های رمضان این بنده تو را از خواب باز داشتم تا نصف شب در ختم قرآن شرکت کرده است. شفاعت مرا در حقش بپذیر. و پیامبر صادق و مصدوق بشارت داد فیشفعان. البته شفاعت رمضان و شفاعت قرآن از بشر پذیرفته میشه. پروردگار امید و رحمت شفاعتی تو داریم. هر مراد و مقصودی که برادرای مسلمان دارن رو بنده خیر گردان. خدایا مسلمان زیستن، مسلمان مردن،
فردا روز قیامت در حلقه محیبان است، در حلقه محیبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشته را به روح مسیح عزیز ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار آمین یا رب العالمین.